سلام، نیکیار هستم. به کانال من خوش اومدید. لپتاپتو روشن میکنی و دنبال یه VPN رایگانی، کلی هم انتخاب داری و یه دونشو شانسی نصب میکنی و اجرا میکنی. این یا این؟ هیچ کدوم، همشون آشکالن. بذار من بهت بگم کدوم VPN ها رو نصب کنیم و کدوم ها رو نصب نکنیم. یه بررسی بکنیم. خب همونطور که مشاهده میکنید سایت نیوزویک طبق گزارش ترند میکرو که یه شرکت امنیتی معتبره یه مطلب کار کرده و مشخص کرده که هالو VPN اصلاً امن نیست و ترافیک کاربرا رو رمزگذاری نمیکنه و IP کاربرا رو افشا میکنه. یعنی کاربرای این VPN توی شبکه‌ای قرار میگیرن که دیگران از IP اونا استفاده میکنن. همچنین سایت سفری دتکتیوز یه گزارش جامع و کامل در مورد هالو VPN منتشر کرده و تو اون گفته هالو VPN برای حفظ حریم خصوصی اصلاً خوب نیست. IP ها و تاریخچه مرور کاربراشو ذخیره میکنه، حتی ممکنه بفروشه و به اشتراک بذاره. سایت 33 اسکوئر یه گزارش کار کرده و توش گفته بترنت با اینکه ادعا میکنه هیچ تاریخچه ای از کاربرا ذخیره نمیکنه، ولی اطلاعاتی مثل پهنای باند، موقعیت سرور و IP کاربراشو ثبت میکنه. همچنین تو گزارشش اومده توی اپ اندروید این VPN بدافزار و اسکریپت ردیابی دیده شده. حتی سایت VPN منتور هم همین خطرات امنیتی بترنت رو تایید کرده. از سراغ هولا و بترنت و تاچ VPN و امثال هم نرید. بذارید 3 تا VPN کاملا مطمئن بهتون معرفی کنم. اولین VPNی که میخوام معرفی کنم پروتون VPN، با این که رایگانه ولی کاملا معتبره، امنیت و رمزنگاری داره و توی ژاپن و هلند و آمریکا هم سرور داره، ولی 2 تا محدودیت داره. یکی این که فقط یه دستگاه میتونه بهش وصل بشه و اون یکی هم دسترسی به سرویس های مثل نتفلیکس و اپل تیوی یه خورده توش محدوده. برای اینکه پروتون VPN رو دانلود کنیم وارد سایتش میشیم، از این قسمت روی Get Proton VPN کلیک میکنیم. یه قسمت داره به اسم پروتون فری، Get Proton Free رو کلیک میکنیم. یه پنجره جدید باز میشه، گزینه Continue with Free رو میزنید. حالا تو این مرحله باید یه اکانت بسازید. اینجا آدرس ایمیلتون رو وارد میکنید، بعد گزینه Start Using Proton VPN رو میزنید. یه پنجره جدید باز میشه. اینجا از شما میخواد یه پسورد بسازید. یه پسورد خودش پیشنهاد داده، ولی اگه میخواید پسورد خودتون رو داشته باشید این گزینه Choose My Own پسورد رو انتخاب کنید و تو این پنجره پسورد خودتون رو وارد کنید. تو این کادر پایینم یه بار دیگه پسورد رو وارد کنید. حالا ست نیو پسورد رو بزنید و منتظر باشید تا اکانت شما رو ایجاد بکنه. خب همونطور که مشاهده میکنید اکانت ما رو درست کرد. برای هر سیستم عاملی که نیاز دارید دانلودش کنید. به طور مثال من نسخه ویندوزش رو میخوام دانلود کنم. بعد که این صفحه جدید باز شد روی گزینه دانلود فور ویندوز میزنید، ورژن ویندوز خودتون رو انتخاب میکنید، بعد خودش شروع میکنه به دانلود. بعد از اینکه دانلود تموم شد برنامه رو اجرا میکنید و شروع میکنیم به نصب اپلیکیشن. گزینه نکست رو بزنید. این 3 تا گزینه اول زیاد به درد ما نمیخوره. گزینه اینستال رو بزنید و منتظر بمونید تا برنامه نصب بشه. همونطور که مشاهده میکنید برنامه نصب و اجرا شد. اینجا همون ایمیلی که تو سایت وارد کردید و وارد کنید. این پایین هم همون پسوردتون رو. خب همونطور که میبینید
سرور سوئیس هم داره. رو گزینه ساینین بزنید و منتظر باشید تا برنامه ساینین بشه. خب برنامه ساینین شد. گت استارتد رو بزنید و این قسمت میتونید سرورهایی که به صورت رایگان به شما خدمات میدن رو مشاهده کنید. لهستان، هلند، ژاپن، رومانی، سنگاپور، آمریکا. این پنجره رو ببندید، کانکت رو بزنید و منتظر باشید تا VPN وصل بشه. خب VPN وصل شد. از این قسمت هم میتونید دیسکانکت کنید. دومین VPN ویندسکریبه که هم رایگانه، هم کاملا معتبر و با امنیت بالا. تکنولوژی رمزنگاری هم داره. سرورهای مختلفی هم داره مثل آمریکا و کانادا. یه سری محدودیت هم داره که اگه ایمیلتون رو تایید نکنید 2 گیگابایت ترافیک بیشتر بهتون نمیده، ولی اگه ایمیل شما تایید یا وریفای بشه میتونید تا 10 گیگابایت ترافیک ماهانه رایگان دریافت کنید. قبل از اینکه برنامه رو دانلود کنیم وارد قسمت لوگین بشید. تو این قسمت کرییت وان رو بزنید. اینجا یه یوزرنیم برای خودتون تعریف کنید. اینجا پسورد. تو کادر پایین دوباره پسورد خودتون رو تکرار کنید. این قسمت هم همون ایمیلی که گفتم اگر وارد بشه و وریفای بشه تا 10 گیگابایت اینترنت رایگان ماهانه در اختیار شما میذاره. حالا چون این اکانت من تستیه من این قسمت رو وارد نمی کنم. یه گزینه خوب دیگه هم به اسم انیبل روبرت داره که اگه فعالش کنید اتوماتیک اسکریپت های ردیابی و تبلیغات رو برای شما بلوک میکنه. کرییت اکانت رو بزنید. ببینید اخطار داد که شما اگه ایمیل خودتون رو وارد و تایید نکنید تا 2 گیگابایت بیشتر ترافیک ماهانه نمیگیرید. حالا من گزینه ساین اپ انیوی رو میزنم. خب همونطور که مشاهده میکنید اکانت من ساخته شد. حالا گزینه دانلود رو میزنم. این VPN برای سیستم عاملای ویندوز، مک او اس و لینوکس عرضه شده. این قسمت دانلود 2 تا گزینه 64 بیتی و 64 بیتی پردازنده های ARM. یه توضیح کوچیک در مورد پردازنده های ARM بگم. برای لپتاپ و تبلت های ویندوزیه که پردازنده های ARM 64 مثل پردازنده های گوشی استفاده میکنن. روی گزینه 64 بیتی کلیک میکنیم و منتظر میشیم تا برنامه دانلود بشه. خب برنامه دانلود شد. اجراش میکنیم. گزینه اینستال رو میزنیم و منتظر میمونیم تا برنامه نصب بشه. چون ما داخل سایت اکانت درست کردیم روی گزینه لاگین میزنیم. تو این بخش همون یوزرنیمی که توی سایت وارد کردیم رو میزنیم. این پایینم پسورد خودمون رو میزنیم. روی این دکمه کلیک میکنیم و منتظر میمونیم تا VPN تنظیمات رو انجام بده. خب پیکربندی برنامه تموم شد. این پازل هم تکمیل میکنیم. خب حالا برنامه VPN آماده اتصاله. روی این دکمه کلیک میکنید و منتظر میمونید تا به سرور متصل بشه. سومین VPN هم سلطان VPN های رایگان یعنی سایفون که احتمالاً اسمش رو شنیدید و خیلی ازش استفاده کردید. وارد سایتش که بشید این پایین نسخه های اندروید، ویندوز، iOS و مک او اس داره. روی گزینه ویندوز کلیک کنید. تو این صفحه دوباره نسخه های مختلف رو برای شما آورده. روی گزینه سایفون فور ویندوز کلیک کنید و منتظر باشید تا سایفون دانلود بشه.
سایفون نیاز به نصب و ایجاد اکانت نداره. روی برنامه کلیک کنید و منتظر باشید تا باز بشه. وقتی باز شد با این دکمه میتونید به راحتی کانکت بشید و هیچ تنظیمات خاص دیگه هم لازم نیست. دوستان یه نکته مهم بهتون بگم، چون سایفون یه مقدار محدودیت سرعت داره و بعضی اوقات پینگ بالایی داره، برای بعضی کارا به درد ما نمیخوره. پس اگه دوست دارید از این دوتا VPNی که اول معرفی کردم استفاده کنید، باید ابتدا سایفون رو دانلود کنید، به سرورهای سایفون وصل بشید و با استفاده از سرورهای سایفون تو سایت های این دوتا VPN اکانت بسازید و از این دوتا VPN استفاده کنید. این مشکلاتیه که همه ما ایرانی ها داریم. خب دوستای گلم، ممنون که تا اینجای ویدیو همراه من بودید. کم و کاستی های منو ببخشید، لایک و فالو فراموشتون نشه. منتظر ویدیوی بعدی منم باشید.